مهتاب وقتی همه چی خوب و خوش زندگی کردن هنر نیست. وقتی شرایط مخالف تو مسیرت نیست باید بدونی چیکار کنی. میشه که کسی در رنج نباشه. واقعا نمیشه. یعنی من فکر کنم ما روزایی که خیلی حالمون خوبه یا خیلی خوشحالیم هم چیزایی هست که رنجمون میده، ولی اون رنج رو گذاشتیم کنار و الان این شادیه غلبه کرده بر اون. آدم خسته میشه، کوچیک و بزرگم نداره، ولی یادت باشه هر وقت که خیلی خسته شدی که دیگه فکر کردی هیچ توانی برات نمونده، درست همون موقع قد میکشی. هیچ وقت تو زندگی دنبال پیدا کردن یه جای خوش و خورم نباشه، چون همچین جایی وجود نداره. هیچ جای دنیا. همیشه سعی کن فکر کنی چطوری میتونی همون جایی که هستی رو خوش و خورم کنی.